سلام. این قهوه کاپوچینوی گودی هست که ما تو قهوه زیگزاگ میفروشیم. این قهوه خب قهوه اصلیه و کیفیت خیلی بالایی داره. یه قهوه دیگه هم هست توی بازار که این قهوه است، میبینید خیلی هم شبیه هم دیگن و این قیمتش پایین تره. حالا چرا شو دیگه خودتون میتونید حدس بزنید که چرا قیمت این پایین تره. ما اینو به شما نمیدیم، ما اینو به شما میدیم. تفاوت این دوتا هم اینه که اینو اگه شما نگاه کنین، اولا که پره اصلا جای بازی نداره، قهوه توش کامل این بسته های کاپوچینو داخلش پر شده، ولی این یکی خوب نتونستم پرش کنم مثل این یکی، یعنی قهوه بله. ظاهرش هم طراحیش هم یه خب فرق داره، مثلا اینو نگاه کنین، این گوده اینا شبیه دونه قهوه است، اینا نه. خب یا مثلا اینجا چیزی نداره ولی این یکی اینجاش یه نوشته داره، اینجا یه دونه عکس این پودر کاکائویی که روی بس توی اینا هست و مثلا گذاشته این رو. اینم پشتشونه، فرقشو ببینید، این فرق چاپ پشتشونه. کیفیت بسته بندیشون هم تقریبا شبیه همه، ولی این خب بهتره کیفیت بسته بندیش و قیمت این خیلی بیشتر از اینه. حواستون باشه که اینو با قیمت این نخرید. و اونی هم که ما بهتون میدیم دقیقا همین قهوه است. حالا من باز هم میکنم اینو بهتون نشون میدم که داخلش چه تفاوتی داره. خب من این قهوه رو باز کردم. اینو که باز کردم یه بوی جذابی شبیه بوی کاکائو از بسته‌اش اومد بیرون. حالا یه تیکش هم جدا کردم قبل اینکه فیلم بگیرم. این یکی رو که باز کردم بو چسب میداد، اصلا نمیدونم چرا این بو چسب میداد، ولی بو چسب میداد. حالا این بسته هاش هم جدایی بررسی میکنم بهتون میگم که تفاوتش چیه. مثلا اینجا بو چسب داره. اینا رو کنار همدیگه میبینید، همونطور که میبینید. حالا تو فیلم شاید خوب مشخص نباشه، این کیفیت چاپش بیشتره، این خب بی کیفیت چاپ شده. ظاهرش هم باز شبیه روی بسته‌بندی بزرگ متفاوت این پاکت های کوچیک کاپوچینو، میبینید اینا فرق داره. حتی کیفیت اینایی که اینجا مثلا پرسش کردن باز متفاوته با این. پشتش هم نگاه کنید، میبینید فرق داره. حالا من باز میکنم این را جفتشو میریزم توی یه بشقابی تا پودرش هم ببینید که چه تفاوتی داره. خب من این رو باز کردم. عطری که این داره وقتی بازش میکنی با عطری که این داره کاملا متفاوته. این خیلی خوشبوه، این نه، اصلا بوی جالبی نداره. خب حالا من اینو میخوام بریزم توی این کاسه‌ای که بردم اینجا. اینم پودرش، میبینید چجوریه، نزدیکم بگیرم. خب این یکی هم بریزم، اینم پودر. این ببینید این، حالا من با چشم پود متفاوته، اصلا این سفیدتر از اینه تو فیلم. حالا امیدوارم که خوب مشخص باشه، ولی این پودره که اینجا هستش یه پودر سفیدیه، قهوهش انگار کمتره، این نه، این تیره تره، انگار قهوه توش بیشتر استفاده شده. دیگه کم کم داره مشخص میشه که چرا قیمت اینا متفاوته. حالا تو طعمش هم من احتمالاً اگه تست کنیم طعمشون هم کاملا متفاوت باشه. و اینکه حالا از نظر سلامتی چه فرقی داشته باشن اونو دیگه من نمیتونم تشخیص بدم، اونو دیگه باید متخصصین بیان بگن که آقا اینا چه فرقی دارن از نظر سلامتی با هم دیگه. خلاصه این چیزیه که ما توی قهوه زیگزاگ میدیم به شما. اینم اون چیزیه که ارزون‌تر بعضی از فروشگاه‌ها به شما میدن، بعضن هم با قیمت این بهتون میدن. حواستون باشه. ممنون که این ویدیو رو دیدید.